اگه قبر حضرت علی توی نجفه، پس چرا تو افغانستان میگن اینجا مزارشه؟ اینجا مزار شریفه، شهری که اسمش هم از همین روایت گرفته شده. ولی اینجا یه باوری دارن که اگه درست باشه این عجیب ترین چیزیه که تا حالا دیدم. بریم ببینیم داستان اینجا چیه و معجزه‌ای که دانیال گفت الان هم هست یا نه. خدا دردم دوا کن، مناجات مرا پیش خدا کن، مناجات مرا پیش خدا کن. آقا رضا اینجا با 5-6 نفر صحبت که جالب اینجا بود، هر تاشون یکی داستان و یکی روایت میگفتن. یکی میگفت آرامگاه حقیقی حضرت علی اینجاست، یکی میگفت بخشی از پیکر اینجاست، بعضی‌ها هم میگفتن اینجا فقط قدمگاه ایشونه. مگن ایشون چون دشمن زیاد داشته دقیق کسی نمیدونه کجا دفنشو کردن و کی دفنشو کردن. ولی یه باور دیگه اینجا هست که از همه عجیب‌تره. فقط ما اینجوریم یا تو وقت میری به حرم پول تو زری ارمش میری. داستان عجیبی که دانیال میگفت درباره کفتر و کای اینجا. برامون جالب بود، همه کفترها اینجا سفید بودن. یه پیرمرد اونجا میگفت خود مولا چون کفتر سفید دوست داشته تو هر کفتر بیاری اینجا خود به خود سفید. به نظر تو چرا کبوتر رنگی اینجا نیست؟ این سفر تازه داره عجیب و جالب میشه، حتما ما رو فالو کن و با ما هم سفر باش.